وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراجالدین موریدین از آن اظهار تأسف کرد که تا حال در اساس طلب جامعه جهانی از جنبش طالبان تشکیل حکومت همشمول با نمایندگان قوم‌ها و گروه‌های افغانستان اجرا نشده است. در اطلاعیه رسمی در سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفته می شود که سراجالدین موریدین رهبر هیئت تاجیکستان روز 22 مارس سال 2022 در شهر اسلام آباد در نشست 48م شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به ضرورت فعال ساختن نقش این سازمان و تقویت مکالمه میان کشورهای عضو آن در حل قضیه‌های مبرم کشورهای مسلمانی و اینچنین اهمیت تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و تهدید و چالش‌های زمان معاصر تاکید کرده است. در رابطه با مسائل مربوط به افغانستان و با اشاره به تأثیر منفی آن به منطقه آسیای مرکزی تاکید گردید که متاسفانه تا حال شرط اساسی جامعه جهانی به مأموریت حاضره افغانستان تشکیل نمودن حکومت عام‌شمول با اشتراک همه قوم‌ها و گروه‌های سیاسی در این کشور تا حال اجرا نگردیده است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت خارجه تاجیکستان در فرجام سخنرانیش سراجالدین موریدین از نمایندگان والامقام کشورهای عضو جهت اشتراک فعال در کنفرانس دوم سطح بلند عاید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 که از 6 تا 9 ایون سال 2022 در دوشنبه دایر می گردد دعوت به عمل آورده است. جمعجان حرکت تندرو طالبان ماه آگوست سال 2021 با استفاده از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا و ناتو در بین همگی چند روز قریب تمام قلمرو افغانستان را تصرف کرده در پی اشغال پایتخت شهر کابل از استقرار دوباره رژیم خود به نام امارت اسلامی افغانستان خبر دادند. تاجیکستان از بین کشورهای همسایه افغانستان یگانه کشوری است که از آغاز رژیم نو طالبان را در افغانستان اعتراف نکرد و گفت دوشنبه تنها آن وقت حکومت نو افغانستان را به رسمیت میشناسد که اگر همه گروه‌های سیاسی و قومی افغانستان به خصوص تاجیک‌ها که به گفته پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 45% اهالی آن کشور را تشکیل میدهند در حکومت آن کشور جایگاه شایسته به دست نآورند. اما طالبان طلب‌های جامعه جهانی برای تشکیل حکومت فراگیر را صرف نظر کرده حکومت تشکیل داد که در آن اکثر منصب‌های کلیدی به نمایندگان قوم پشتو داده شده است. طالبان با دادن چند منصب درجه 2 با یک تاجیک و یک ترکمن و یک ازبک ادعا کردند که این حکومت ساخته آنها همه شمول است، ولی با گذشت بیش از نیم سال یگان کشور دنیا رژیم نو طالبان را به رسمیت نشناخته است.